این شخصانی را که در نوار میبینید دعوتگران شرکت فبرلیک میباشند. با وجود که اینقدر علمای معاصر درباره حرام بودن شرکت فبرلیک، اتمی و امثال آن علما اگرچه گپ زدند حرام بودنش با دلیل‌های قانع کننده ثابت کردند، ولی باز هم این زنای تاجیک شب و روز در شبکه‌های مجازی به کار حرام دعوت میکنند. اینها خیال میکنند که کاری حلال کرده ایستادند، ولی در اصل کاری حرام انجام داده پولی حرام به دست میآورند. از همه بدترش آن که دیگران را به کاری حرام دعوت میکنند. حلال و حرام را علمای دین معین میکنند، نه خود شما. پس چرا از علمای دین نمیپرسید؟ چرا آنها را گوش نمیکنید که درباره چنین شرکت‌ها چی گفتند؟ مادران و خواهران مسلمان تاجیک، شما فرفته سر و لباس اینها نشوید که میبینید ستر و حجاب دارند، گاه در دست قرآن و تسبیح، گاه در سر جای نماز مشغول به طاعت و عبادت هستند و گاه گرد خانه خدا طواف میکنند و برای شما نشان میدهند تا اینکه شما بدانید که این طایفه زنها خیلی موفق هستند. در اصل چنین نیست. فریب اینها را نخورید. این خودنمایی ها همش برای فریب دادن شما مادران و خواهران مسلمان میباشد. اینها نافرمانی الله و پیامبرش صلی الله علیه و سلم را کرده ایستادند، گویا در روی زمین معاونان شیطان باشند. خطاب من به این زنهای دعوتگر: از الله بترسید. مردم مسلمان تاجیک خصوصا زنان را به سوی حرامخوری دعوت نکنید. الله سبحانه و تعالی در آیه 2 سوره مائده می‌فرماید: و همدیگر را به انجام گناه و تجاوز یاری نکنید. اما شما خود گرفتار کار حرام هستید و دیگران را در حرام یاری کرده ایستاده اید. از الله بترسید.